یک بار زینای چشم است، دیگه چشم دریاست. ولی خبر نشدی که فرمانی کی را زیر پای میکنی؟ بله میخواهم جواب بشنوم، فرمانی کی را زیر پای کرده؟ بله فرمانی کی را؟ فرمانی کسی که چشم به ما داد و ما با اون چشم خیانت کردیم. فرمان کسی که هر لحظه گفت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. گیرم خواهرها بی حیا شدن، گیرم خواهرها فرمان خدا را پاره پاره کردن، گیرم خواهرها بی شرم و غربی و شرقی شدن. تو مرد چرا بی شرم شدی؟ تو چرا چشمان خدا حجاب نکردی؟ او به گفتی علما نکرد. او چادر حیای فاطمه را درید، او چادر شرم عایشه را تکه تکه کرد. او رفت در راه دختر آمریکایی ها و شوروی ها. گفتی تو را نگرفت؟ تو باید به طرفش نگاه کنی، باید حیای الهی را زیر پای نمایی، باید قرآن را زیر پای کنی، بگوی نعوذ بالله استغفر الله. حاجی صاحب برای اون جوان خان لا تقنطوا من رحمت الله. یک بار این جوان یه خنه بارکت چیز گفت یا الله تو این را برای من روان کردی، امی کسی که خان این را تو روان کردی برای من و تو به من فهماندی که بسیار مهربان هستی. خدایا دیگه نمیخواهم که زنده باشم پروردگار. همین شب که توبه کردیم بس است. 1000 بار توبه کردم و بالای توبه برآمدم، دیگر نمیخواهم بس است.